دوستای عزیزم خوش اومدید به چنل خودتون، چنل مین دراپ. توی این ویدیو قراره که بریم به اطلاعیه جدیدی که راک رابیت داده یه نگاهی بندازیم و یه خبر بد هم راک رابیت به ما داده. این خبری که حالا خیلی مهم نیست، ولی این خبر نوشته که قراره که الان توی این توی این پست به سوال شما جواب بده و من براتون پارسش آماده کردم. حالا اگه اینجا پیداش کنم بهتون حتما نشون میدم. بله اینجاست. راک رابیت گفته که تو فاز اول قرار بود فقط 20% ایردراپ رو به کار برام بده. بعد از دیدن رسوایی کتیزن قرار شده که 50% رو همون اول کار بده و بقیهش رو طی 5 ماه آینده بده. یعنی اینکه شما توکن کامل رو الان به دست نمیارید، نصف توکن هاتون رو الان میگیرید و به تدریج تو ماهای آینده توکن های بیشتری بهتون داده میشه توی همین ربات. سال اول که پرسیدن از راک رابیت گفتن که آقا چقدر ایردراپ داره فاین کرد، گفته که بستگی به درآمد شما در بازی داره، سکه های کسب شده، اما اگر حتی امروز شروع کنید حداقل 1 تن کوین رو از راک رابیت میتونید بگیرید و نصیبتون میشه. این خواسته که اون کاری که کرده، اون نیم تونی که گرفته رو جبران کنه و گفته که 1 تن رو حداقل میگیرید، یعنی سود خواهید کردش. پس شما نگران نباشید که اون پول برمیگرده یا 100% برمیگرده. گفته که توی سال دوم چرا هزینه شبکه رو از قبل دریافت میکنید؟ جوابش بوده که به دلیل ازدحام پیش بینی شده در شبکه تون اکنون در حال دریافت هزینه شبکه هستیم. این مرحله به جلوگیری از تأخیرهای احتمالی کمک میکند و تراکنش‌های روان را در طول ایردراپ تضمین میکند. خواسته اون رو جمع کنه دیگه، اون کاری که کرده رو خواسته بگه که مثلا یه جوری به قولی بپوشونه که آقا ما این کار کردیم برای اینکه شبکه تون شروع نشه. حالا میتونه درست هم باشه. سوال سوم که از راک رابیت پرسیده شده، وظایف واجد شرایط بودن در ایردراپ رو انجام ندیم چه اتفاقی میفته؟ اگر وظایف واجد شرایط بودن تکمیل نشود، توکن های شما سوخت میشه و این کمک میکنه به اینکه توکن ها با ارزش تر بشه، توکن سوزی میشه دیگه. این اتفاق خوبی میتونه برای کسایی که توکن رو دریافت میکنن باشه. سوال چهارم پرسیده که به کانال تلگرامی راک رابیت نمیتونیم عضو شیم، باید چیکار کنیم؟ این گفته که عضویت در کانال تلگرام اکنون یک کار واجد شرایط اختیاری است. بچه شما میتونید از ادلیست هایی که برای راک رابیت هستش توی کانال های مختلف تلگرامی این کار رو انجام بدید. توی این کانال فکر کنم هستش ادلیستش، حالا من پیدا کردم، حتما لینکش رو براتون میذارم تو دیسکریپشن. سوال پنجم این بوده که بعد از ایردراپ و لیستینگ چه اتفاقی برای راک رابیت میفته؟ راک رابیت به تازگی وارد فاز اصلی خود میشه، منتظر سورپرایز باشید. این طور به ما یه مقدمه رو نشون میده از راهی که خیلی بزرگی برای راک رابیت. به نظر من راک رابیت خیلی موفق میشه و حتما امیدوارم که شما توی این ایردراپ شرکت کنید و مطمئن باشید که سود خواهید کرد، ضرر نمیتونید بکنید. سال 6 چه زمانی کل ایردراپ ضرر خواهیم کرد؟ 50% ایردراپ خود را روز TGE که همون روز لیستینگ دریافت میکنید و 50% باقی مونده را طی 5 ماه آینده از طریق فعالیت‌های پلی تو آنلاین و همون پالش‌دهی بر اساس فعالیت باز میشه. این خبری بود که راک رابیت دادش به ما در هر صورت و تقریبا خبر عجیبی بودش که اون 50% اومد و گفتش که تو 5 ماه آینده کاش همش همون روز اول میادش. ولی در هر صورت به نظر من واقعا راک رابیت خیلی پروژه خوبی موفق میشه و به نظرم میتونه خیلی بهتر از اینی که هستش کار کنه. مرسی که ویدیو رو کردید. لایک، سابسکرایب، کامنت فراموش نشه. ممنون ازتون، مراقبت کنید. خداحافظ.